سلام. بعد چند وقت گفتم این ویدیو رو خودم براتون توضیح بدم. قراره که کراکر پیچ خوشمزه مغزدار درست کنیم. البته که میتونید اون مغزش رو انتخاب کنید و هر چیزی که دوست داشتید بزنید. من از کنجد و تخمه آفتابگردون استفاده کردم و فوق العاده شد. داشت یادم میرفت سهیل علمی هستم و این آموزش همراه هم شد. آرد، نمک، شکر، سفیده تخم مرغ، کره‌ای که تقریبا نرم شده و به دمای محیط رسیده به همراه آب با هم مخلوط میکنیم تا یه خمیر نرمی به دست بیاد که به دست هم نمیچسبه. بعد از دستگاه مخلوط کن یه کوچولو هم خودم ورز دادم، چونه گرفتم، روش رو سعی کردم صاف کنم و داخل یه ظرف که روش رو میپوشونم نیم ساعت تو یخچال استراحت دادم. بعد تایم استراحت بهتره که خمیرتون رو یا روی سطحی که یه کوچولو آردپاشی کردید یا بین 2 تا کاغذ نسوز یا کاغذ روغنی باز کنید، تقریبا به قطر 3 توی مواد اولیه‌مون یه زرده تخم مرغ داشتیم که کنار گذاشته بودیم. مخلوطش کنید و روی خمیری که پهن کردید قشنگ بمالید. من یه سمت خمیرمو کنجد پاشیدم که میتونید خیلی بیشتر از مقداری که من پاشیدم بپاشید و کامل روی سطحش رو پر کنید. برای اینکه کنجد یا مغزی که میپاشید موقع برش زدن نریزه، یه کوچولو با وردنه از روش بگذارید. حالا سمت دوم همین مراحل انجام دادم و مغز تخمه آفتابگردونم رو پاشیدم. به سایزهای مد نظرتون برش بزنید. 1 پیچ، 2 پیچ یا هر چند تا پیچی که دوست داشتید بهش بدید و توی سینی فرتون با کاغذ روغنی یا نسوز بچینید. بعد از اینکه به همشون شکل دادیم 1 را بلا 20 دقیقه باید بره داخل یخچال استراحت کنه. توی این فاصله فر رو روشن میکنیم که داغ بشه. سینی آماده از یخچال که خارج شد مستقیم میره تو فر داغ تا وقتی که طلایی و برشته بشه. نمیدونم از دوستای قدیمی هستی یا جدید، ولی خیلی خوشحال میشم که نظرتو زیر پست بخونم.